دادگاه شهر وحدت ساکن 30 ساله این شهر رحمانزاده بهروز عبداللهجان را برای تبلیغ و بازنشر ویدیوهای کانال‌های یوتیوبی اصلاح تیوی، افق تیوی و حق تیجی به 5 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. دادستانی کل تاجیکستان در شرح حکم رحمانزاده گفت او می‌دانست که تهیه‌گران و راویان این کانال‌ها سرکردگان و نمایندگان سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع چون پیمان ملی، حزب نهضت اسلامی و جنبش طالبانند، ولی دیده و دانسته به نام احمد عبدالله در یوتیوب کانال کشوده ویدیوهای آن کانال‌ها را در بین کاربران پهن کرده است. دادگاه شهر وحدت رحمانزاده بهروز عبداللهجان را بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی گناهکار شناخته است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت در رفت تفتیشات پیشکی و بررسی سودی معین شده است که رحمانزاده دیده و دانسته به اشتراک در فعالیت این تشکیلات جنایتی اعتراف گردیده، فعالیت آن با حلنامه سود عالی همچون حزب نهضت اسلامی و حرکت طالبان تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی اعتراف گردیده، فعالیت آنها و نشریه و سامانه‌هایش منع گردیده است. صحنه 24 ینور سال 2017 توسط تلفن موبیلیش در شبکه اجتماعی یوتیوب توسط تلفن موبیلیش تمغه سامسونگ با استفاده پشت الکترونی صحیفه خود را با حروفات لاتینی با مستعار احمد عبدالله کشوده دیده و دانسته در آن منتظم به تماشای ثبت و نوارهای اودیو ویدیویی برنامه‌های اینترنتی افق تیوی، اصلاح تیوی و حق تیجی که تهیه‌گران و راویان آنها سرکردگان و نمایندگان تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی و حرکت طالبان بوده مضمون دینی افراطگرایی ترغیب کننده تشکیلات‌ها و مقابل سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد مشغول شده آنها را جانبداری کرده قصداً ثبت و نوارهای ویدیوی برنامه‌های آنها را برای نمایش در بین دایره وسیع استفاده برندگان سامانه اجتماعی اینترنتی غیر قانونی پهن نموده است. قبلا هم مقامات تاجیکستان چند نفر را با جرم اشتراک در برنامه‌های اصلاح تیوی با بلاگر مخالف محمد اقبال صدرالدین زندانی کرده بودند. از جمله ماه سال 2021 دادگاه حربی گرنزار دوشنبه عبدالستار میرزایف سردار انبار لوازمات علاقه و واسطه‌های فنی قسم حربی 6593 سرریاست زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان را بر اساس همین قسم دوم ماده 307 علاوه 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم مساعدت به فعالیت سازمان‌های با قرار دادگاه غیر قانونی اعلان شده به 7 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. اما محمد اقبال صدرالدین اون وقت به بامداد گفت که این نفری را که با جرم گویا صحبت با سردبیر اصلاح به 7 سال محبس محکوم شده است اصلا نمیشناسد. روز 1 اکتبر سال 2021 در شهر پوشکین در 24 کیلومتری سنت پتربورگ شهروند 42 ساله تاجیکستان فردوس سلیمانوف را دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان سلیمانوف را به آن عیبدار میکنند که روز 3 ینور سال 2021 هنگام در روسیه قرار داشتنش همچون میهمان در برنامه در یوتیوب که از سوی یک گروه در تاجیکستان تروریستی اعتراف شده اشتراک کرده گویا در رفت برنامه به تغییر دادن ساخت سیاسی تاجیکستان دعوت کرده است.